شخصی که مثال تلاوت قرآن رو کرده میتواند چقدر باید قرآن رو مثال تلاوت کند هر روز، یا اینکه مثال همین یگان شده است در حدیث است که بله، قرائت قرآن باید هر روز باشد. شخصی مسلمان اگر رفت و امروز اگر سرکار شد یا امکانیت پیدا نکرد، پیش از آن که خواب میکند لااقل سوره ملک و سوره سجده رو پیش از خواب کردن خوانده خواب میره. اون ذکرهای بیگاه است. غیر از این اقلا یک صفحه باید بخواند، برای آنکه الله تعالی گفت که فقرؤوا ما تیسر منه، شما از قرآن قرائت کنید به قدری که برایتان میسر شدگی است، یعنی آسان هست، به قدری آسانی. اصلا پیش از آن که سحر به کوچه میبرایید یا به نماز بامداد میروید، باید اول کاری که میکنید بعدی طهارت کرده 2 رکعت نماز گذاشتن، قرآن را کشاده قرائت کنید. و اینچنین بیگاه هم وقتی که آمدید به خانه پیش از آن که خواب میکنید، باید قرآن را کشاده لااقل در روزی که تنبل هستید، در روزی که بسیار مهنت کردید و خسته شدید، اقلا 1 صحیفه یا 2 صحیفه قرائت کنید. چون که الله تعالی گفت که فقرؤوا ما تیسر من القرآن در سوره مزمل، شما از قرآن به قدری که میسر شد، به قدری که توانستید قرآن قرائت کنید. علم ان سیکون منکم مرضی، الله تعالی دانست که در بین شما بیمارها می شود. ببینید الله تعالی می داند که در بین مسلمان ها بیمارها هست. یک آدم در وقت صحت سلامت بودنش قرآن میخواند، اکنون امروز به بیمارخانه افتیده است، بیمار یک جایه شده است، هیچ کار نمیبرد، کوچه نمیبرد، خواب کرده است. الله تعالی میگه که الله تعالی میداند که در بین شما بیمارها هست. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، و الله تعالی میداند که در بین شما شخصیت های هست که سفر تجارت کردن، به خیتای رفتن، به دبی رفتن، به ترکیه رفتن، به یک جا رفتن برای سفر تجارتی. سفر دارای مشقت است. الله تعالی نماز فرض را 2 رکعتش را عوف کرد برای مسافر، لیکن گفت که الله میداند که بعضی از مسلمان ها در سفر تجارتی قرار دارند. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، الله تعالی میداند که در بین مسلمان ها شخصیت هایی هستند که در راه الله می جنگند. من امروز مردم غزه در راه الله جنگیده ایستاده اند. الله تعالی میداند که در بین شما شخصیت هایی هست که بیمار هست، شخصیت هایی هست که در سفر تجارتی هست، شخصیت هایی هست که در راه الله تعالی می جنگد. فقرؤوا ما تیسر منه، پس شما از قرآن به قدری که برایتان میسر شد قرائت کنید. یعنی این به این 3 گونه آدم ها هست: آدمی بیمار، آدمی که در تجارت، در سفر تجارتی هست، سفری مشقت است، و آدمی که در جنگ قرار دارد باید هر یک شبانه روز به قدر امکان قرآن خواند. پس چی جای غیر اینها؟ ببینید فقرؤوا ما تیسر منه، از هر جایی که برایتان میسر شد قرآن قرائت کنید، گفت الله تعالی. بنابراین لیکن بهترینش در یک شبانه روز تقریبا 5 پاره، 4 پاره زیادتر. خیلی که صحابگان در یک هفته یا مراتب ختم قرآن میکردن. این از همه یعنی که درجه بهترین و معتدلش.